به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام آموزندگان گرامی، همدیاران ارجمند. درس 14 است از سلسله درس های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی حرف L L L لف 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 شیر. لیمون 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 لیمون. ما تاجیک‌ها لیمون هم میگوییم، لیکن در زبان تاجیکی فارسی لیمو می شود. لیمو. لوک 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 پیاز. خوب، این بود درس 14. تا درس نوبتی، خداحافظ.